یک سوال از گеометрия. در اینجا چی میپرسد؟ کنج BOC، یعنی کنج BOC، در اینجا کنج داریم، کنج BOC با گرادوس ifade کنید اگر AOB 45 گرادوس و COD این کنج 30 گرادوس اگر باشد این کنج رو باید یابیم. الان سوال مانا این سوال مشکل نیست. این نگاه کنید کنج چی خیلی است؟ کنج کشاد هم وقت برای کنج کشاد روی ifade کردن دو خط را استفاده برم. کنج کشاد هم وقت به 180 گرادوس برابر است. مثلا اگر ما میخواهیم داشته باشیم یک کنج راست کنج کشاد میگم، اگر من این رو کنج رو این کنج رو B بگم، کنج A جمع کنج B هم وقت به 180 گرادوس برابر است. یعنی جمعشون کنیم. در اینجا ما سه تا کنج داریم، یعنی سه کنج داشته باشیم یگان چی وزن نمیشود. از اینجا چی میشود؟ کنج 45 گرادوس جمع علامتی سوالی ما همون کنج BOC جمع 30 گرادوس باید به 180 گرادوس برابر شود. و از اینجا این مدل میشود. مدل رو چه کار میکنیم؟ یعنی اگر من این طرف رو ساده کنم 75 گرادوس میشود جمع علامت سوال با 180 گرادوس برابر میشود و از اینجا علامت سوال ما 180 مینوس 75 میشود و از اینجا علامت سوال ما با 105 گرادوس برابر میشود. یعنی این کنج با 105 گرادوس برابر میشود و جواب ما 3 میشود.